صورت لبه راست است که در خوردی لقب شما تخم بوده است؟ نه لقبی من چند لقب داشتم تخم بود، شلوک بود، کال بود چی بود یه خیلی بود و دیگر روز کار ندارم فقط تخم رو به خاطر لقب تخم بودن آوردم ولی اینجا بازی میخوام کردم کار نشیم خوش یعنی این تخم ها رو کی به سر کی میشکند نمیدونم این لحظه یا خودت به سر خودت میشکنی یعنی چی میشه؟ یعنی بینندگان عزیز یک بازی است یعنی شرطی یعنی بازی سالی نوی است یعنی سه تخم است اینجا شتابت خود شما میبینید از بین هر سه این تخم ها یک تاش خام است هر نفری که تخم خام یعنی با اون به سر او زند او غالب میشود البته که صاحب یک توفه میگردد صاحب یک توفه من حتی لقب رو فراموش کردم برای همین با دقت باشید نمیشه نسبت کن چون که اگر 100 توفه به من دهه من این رو به سر خودم میزنم چون که در سرم زنم و به خونه و دسترخوان جوره هم روم و من میبیند رنگم زرد شدگی فکر میکند که حسن زرپروین اومد برای همین پس چی فکر میکنی من به سرم میزنم البته شما نمیدونید شما خانم هست بگذار دیگر رو زنم یعنی که شما دو کس نیتو یعنی جو من ببینید من نوارگیران هستم چند نفر شما نوارگیران یعنی یک دو سه نوارگیر یعنی یک با زبان لهجوی بگیم بدل و جگر هست در همینجا نوارگیران یعنی شما نه الان سرش با من معقول شد یعنی اینجا بید نام شما چی آرزو شما کدام کامera در شما این میاد یکم بید خیر سر شما بسیار هم تخمک مرحمت یک توفه خوبی از نصیب خان نصیب شما میگردد شما میدونید همین تخمه یک در سر زنید یعنی میبینیم موزه همونجوری خارجیش با کجاش معقول است بچه ها دقت خام است یا پخته حالا ما میبینیم کلی ایسه نه این پختگی است نه در حقیقت پختگی بوده است من وقتی شما اومد کرد نواربرداری دویم رو دعوت کنیم ایسه اکنون باز دو تخم دیگر من چخیلی که گفتیم من به هیچ وجه به سر خود نمیزنم این رو چون که من از این بیزار برای همین خواهش میکردم سه نوارگیر بود یک نوارگیر دیگر انا در بین استفاده نوارگیر مرحمت جوان خوب بیاد دی برآمدی نواربرداری رقم 3 ضیاءالدین نبی نواربرداری تلویزیونی 26 ماه سینما اینش کفیدگی اینش انا صورت ببین اینقدر نواربرداری بود که علاقه میدوند که همین تخم خام است ولی نو بسته از اون که تخم خام است باز به خاطر توفه نه اینجا گپ در سر اون توفه میرا که شما نصیب ضیاءالدین میگردونید مرحمت پس بیا از ضیاءالدین خواهش میکنیم که یک تمنیات کنن بعدا تخم روش کنن زیرا که از اینجا میروند علاقه تخمش خام است سال نوی میلادی مبارک تخمو با کلی یارک رفتیم سختر او باش نبار اومد سختر ها سختر کنی بینیم ایستد کنی بینیم یک کفکوبی برای نواربرداری دوستان عزیز تشکر با شما دوستان عزیز در حقیقت هر سه تخم هایی که در اینجا بودن گفته بودن برای همین یک کفکوبی با غالبی برنامه که فهمیده اومدن که احتمال همین نپخته باشد لیکن برای جرأت و این یک بهانه بود زیرا ما خواستیم که طریق همین بازی معرفی نماییم یعنی کارمندان پس کادری رو که توفه ما است از جانب برنامه و غالبی همین بازی مرحمت